سلام به همگی. امروز میخوایم با هم یه سفری داشته باشیم به دل یک متن خیلی قدیمی. متنی که به ما یاد میده چطور باید برای یک وظیفه بزرگ معنوی آماده شد. داستان ما داستان یه دستورالعمل خیلی سخته، یه بار خیلی سنگین و یه رحمت و آسانی غیر منتظره در پایان. خب بیایم با یه سوال اساسی شروع کنیم. سوالی که میشه گفت کل این ماجرا حول محورمون میچرخه. فکر کنین برای اینکه یه بار واقعا سنگین رو به دوش بکشین چه چیزی لازمه؟ چه جور آمادگی میخواد؟ و همه چیز از اینجا شروع میشه با یک خطاب خیلی شخصی. ای جام به خود پیچیده. ببینید این یه بیانیه عمومی برای همه نیست. این یه جورایی انگار یه نجواست، یه ندا به یه نفر خاص توی خلوت خودش، کسی که آروم توی جامش پیچیده. این ندای شخصی خب خالی از لطف نیست. با خودش یه سری دستورالعمل‌های خیلی دقیق برای آماده سازی میاره. پس بیایید با هم وارد اولین مرحله این سفر بشیم. سفری که توی سکوت و تاریکی شب شروع میشه. خب دستور اولیه 2 کار مشخص رو میخواد. اول این که باید از خواب بیدار شی، اونم بخشی از شب. حالا میتونه نصف شب باشه یا یکم کمتر، یکم بیشتر. و دوم تلاوت قرآن. اما صبر کنید. منظور یه خوندن معمولی و تند نیست. اصلاً. اینجاست که با یه کلمه کلیدی و خیلی مهم آشنا میشیم، ترتیل. ببینید ترتیل فقط خوندن نیست. یه جور ارتباط عمیق و فکر شده با متنه. یعنی هر کلمه رو باید شمرده با تأمل و واضح بگی، طوری که انگار داری مزه‌اش میکنی تا قشنگ به دلت بشینه. خب تا اینجا خیلی عالی. ولی سوال اصلی اینه که اصلا چرا این همه سختی؟ دلیل این تمرین سنگین شبانه چیه؟ و جواب اینجاست. تمام این شب بیداری‌ها دلیل داشته. قراره یه کلام سنگین بیاد. یه وحی، یه مأموریت با یه وزن فوق‌العاده زیاد. در واقع کل این تمرین‌ها برای این بوده که روح و روان اون فرد برای به دوش کشیدن همچین بار عظیمی آماده بشه. ولی چرا دقیقاً شب؟ مگه روز چه مشکلی داشت؟ خب متن میگه با اینکه شب بیداری سخته، اما بهترین زمان برای این تمرین عمیق روحانیه. چرا؟ چون روز پر از شلوغی و گرفتاریه. حواس آدم همش پرته. اما شب آرومه، تمرکز هست و کلامی که توی سکوت شب شنیده میشه خیلی عمیق‌تر و ماندگارتر روی روح اثر میذاره. البته این فقط یه تمرین فیزیکی و ظاهری نیست تا این کار به یه زیربنای ذهنی و قلبی خیلی قوی هم احتیاج داره. یعنی چی؟ یعنی دلبستگی خالص به خدا، توکل کامل به پروردگار شرق و غرب و اینکه از هر چیز دیگه‌ای غیر از اون ببری و جدا بشی. خب این از آمادگی درونی و فردی. اما همیشه چالش‌های بیرونی هم هست. مگه نه؟ مثلا برخورد با مخالفت‌ها. وقتی پیامی که داری رو بقیه انکار میکنن و مسخرت میکنن، واکنش درست چیه؟ جوابی که متن میده خیلی جالبه. میگه به جای درگیری و مقابله به مثل، باید یه ترکیبی از مقاومت و بزرگواری به خرج بدی. یعنی چی؟ یعنی در برابر حرفا و تهمتاشون صبور باش و خیلی با وقار و زیبا ازشون فاصله بگیر. نه با خشم، نه با دعوا. اما فکر نکنید این صبر به معنی ضعفه. اصلاً. چون همزمان هشدارهای خیلی جدی هم به اون منکران داده میشه. یه جورایی بهشون یادآوری میکنه که انکار پیام الهی عواقب سنگینی داره. عواقبی مثل آتشی شعله‌ور و عذابی بسیار دردناک. و برای اینکه این هشدارها تاثیر بیشتری داشته باشن، متن یه کار جالب میکنه. یه جورایی دوربینو میبره عقب‌تر و از تاریخ و آینده کمک میگیره تا نشون بده که این مبارزات امروز یه چیز جدا و بی ربط نیست، بلکه توی یه تصویر خیلی بزرگتر قرار داره. مثلا به داستان فرعون اشاره میکنه. یه درس عبرت خیلی قوی از دل تاریخ، یه یادآوری تکون دهنده که آقا انکار کردن پیامبران چیز جدیدی نیست. قبلا هم اتفاق افتاده و همیشه هم عواقب خیلی سختی داشته. بعد از تاریخ یه جهش میزنیم به آینده، به روز قیامت. توصیفش واقعاً هولناکه. روزی که زمین و کوه‌ها از هم میپاشن و متلاشی میشن. این تصویر برای اینه که همه بفهمن که این مسیر و این پیام
چقدر نهایی و جدیه. شوخی در کار نیست. و حالا میرسیم به نقطه اوج داستان. جایی که یه پیچش خیلی بزرگ و غیرمنتظره اتفاق میفته. یه تحول واقعاً شگفت‌انگیز از اون همه سختی به سمت آسانی و رحمت. اینجاست که مفهوم رحمت خدا وارد ماجرا میشه. متن خیلی واضح میگه که خدا میدونه اون شب بیداری‌ها و اون تمرینا چقدر دشواره. از سختیش کاملاً آگاهه. و دقیقاً به همین دلیل اون فرمان سنگین اولیه حالا سبکتر و آسونتر میشه. ببینید این تغییر از سختی به آسانی فقط یه تخفیف ساده نیست. این یه تحول خیلی عمیقه. اون تمرین طاقت فرسای فردی حالا جای خودشو به یه سری کارهای پایدار و اجتماعی میده. کارهایی که دیگه فقط برای یه نفر نیست، بلکه کل جامعه میتونه انجامش بده. انگار اون بار سنگین حالا بین همه تقسیم شده و هر کسی یه گوشه‌شو گرفته. خب، پس دستورالعمل‌های جدید چی شدن؟ اینها. هر چقدر که براتون آسونه، قرآن بخونید، نمازهای منظم رو برپا کنید و به بقیه از طریق زکات و قرض الحسنه کمک کنید. می‌بینید تمرکز کاملاً از روی یک فرد به کل جامعه منتقل شده. و در نهایت کل این مسیر پرفراز و نشیب با یه وعده فوق‌العاده زیبا و امیدوار کننده تموم میشه. وعده‌ای که به تمام این سختی‌ها و تلاش‌ها معنا میده و هر کار نیکی برای خودتون پیش بفرستید، مطمئن باشید که اون رو نزد خدا بهتر و با پاداشی بزرگتر پیدا می‌کنید. و در آخر این داستان قدیمی یه سوال خیلی عمیق رو برای من و شمای امروز باقی میذاره. این سفر از یه خلوت و شب بیداری تنها رسید به یه جامعه حامی و همدل. سوال اینه که ما توی زندگی خودمون چطور میتونیم بین اون آماده سازی شخصی و درونی و اون حمایت و کار اجتماعی یه تعادل درست برقرار کنیم؟ جای هر کدوم کجاست؟